قلعه هرات که با نام ارگ هرات یا قلعه اختیار دین نیز شناخته می شود، یکی از بناهای تاریخی و باستانی افغانستان است که در شهر هرات واقع شده است. این قلعه در طول تاریخ چندین بار بازسازی و مرمت شده است. تاریخچه دوره اسکندر مقدونی. برخی منابع قدمت این قلعه را به زمان اسکندر مقدونی در سال 330 پیش از میلاد نسبت می‌دهند. گفته می شود که اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکووانا آن را ویران کرد و سپس دژی برای نظامیان خود در آنجا بنا کرد. دوره‌های بعدی در قرن هفتم هجری اختیار دین وزیر ملک فخرالدین کرد این قلعه را مرمت کرد و پس از آن این قلعه به نام قلعه اختیار دین معروف شد. در دوره شاهرخ فرزند تیمور لنگ در سال 810 هجری قمری که پایتخت خراسان از سمرقند به هرات منتقل شد، این قلعه مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. دوره‌های معاصر در سال 1342 شمسی یونسکو برای اولین بار این قلعه را بازسازی کرد. در طول جنگ‌های داخلی افغانستان این قلعه به مرکز نظامی تبدیل شد و آسیب‌های زیادی دید. ویژگی‌ها: مساحت این قلعه حدود 5000 متر مربع است. دارای 13 برج است. مصالح بکارکار در این قلعه سنگ، آجر و خشت است. قلعه هرات به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و فرهنگی افغانستان همواره مورد توجه گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ بوده است. قلعه هرات با قدمتی که به دوران اسکندر مقدونی باز می‌گردد، در طول تاریخ شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. این قلعه که به نام‌های ارگ هرات و قلعه اختیار دین نیز شناخته می‌شود، نمادی از تاریخ پرفراز و نشیب این منطقه است. نکات تکمیلی درباره تاریخچه قلعه هرات: دوران‌های مختلف تاریخی. این قلعه در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله دوران تیموریان، صفویان و دوره‌های معاصر مورد توجه و بازسازی قرار گرفته است. در دوران تیموریان، به ویژه در زمان شاهرخ میرزا، هرات به عنوان پایتخت این سلسله رونق فراوانی یافت و قلعه نیز به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. در دوره صفوی قلعه هرات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. آسیب‌های وارده در طول جنگ‌های مختلف، به ویژه در جنگ‌های داخلی افغانستان، قلعه هرات آسیب‌های جدی دید. با این حال، تلاش‌های بسیاری برای بازسازی و مرمت این اثر تاریخی انجام شده است. معماری و ساختار: قلعه هرات دارای ساختاری مستحکم و پیچیده است که در طول زمان تغییرات بسیاری را تجربه کرده است. این قلعه شامل بخش‌های مختلفی از جمله برج‌ها، باروها و ساختمان‌های داخلی است. قلعه هرات 13 برج دارد. اهمیت فرهنگی و تاریخی: قلعه هرات نه تنها یک اثر تاریخی مهم است، بلکه نمادی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم هرات و افغانستان نیز به شمار می رود. این قلعه به عنوان یک جاذبه گردشگری، سالان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. امیدوارم این اطلاعات تکمیلی برای شما